رماد رماد بخت یاویتان رماد بهانه میگیریم کوچه کوچه از یادت غمگینانه میگیریم خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم آه مادر مهاجری رفته ای مسافری قلبم ای مهاجری رفته ای مسافری قلبم به حضور سبزی تو هر شبانه میگیریم به حضور سبزی تو هر شبانه میگیریم کوچه کوچه از یادت غمگینانه میگیریم خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم کوچه کوچه از یادت غمگینانه میگیریم خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم شانه شبی مادر تکگاهی من بوده مادر من به یادی آن شبها کودکانه میگیریم قصیده تنهایم غربتی به دل دارم یا قصیده تنهایم غربتی به دل دارم چون کرانه باران بیکرانه میگیریم چون کرانه باران بیکرانه میگیریم کوچه کوچه از یادت غمگینانه میگیریم خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم کوچه کوچه از یادت غمگینانه میگیریم خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم درباره پدر رماد
اگر در گذرم نزدی پدر جورانی که مرا بهر پدر رازی نهان بسیار است خدمتش را بکنم ورنه همه کاری جهان پیش قرضی پدری رو که سری بیکار است خدمتش را بکنم ورنه همه کاری جهان پیش قرضی پدری رو که سری بیکار است چون در این در نشد فرصتی صحبت با بود شاید آنجا ابد حبیبش گردد من که عمری غمی دوری او میسوزم آرزویم و داندم که قریبش گردد من که عمری غمی دوری او میسوزم آرزویم و داندم که قریبش گردد جهان کاسه دور است همه گو پدر هرچی در کاسه بدادی تو همان پس میری جرعه شهدی کاسه لبریز رسد خطره زهردی بهر دمان پس گیری خدمتش را بکنم ورنه همه کاری جهان پیش قرضی پدری و پسری بیکار خدمتش را بکنم ورنه همه کاری جهان پیش قرضی پدری و پسری بیکار من اگر در گذرم نزدی پدر جورانی من اگر در گذرم نزدی پدر جورانی پروردگار اینقدر غنیمتیم یکدیگر شما همتون گفتم که فدایی ها اگر 100 سال هم جویی مرا دیگر نمیابی شب و روزان خدا گویی مرا دیگر نمیابی یگان تما تکرار نمیشیم برای این هر دقیقه غنیمت من رفشنجا اکبر از جاتون خیزید انامین کس که سال 64 ما همراه از سمرقند رفتن انا مجیسید ما همین آنقدر در دل پسند استی وطن رباب من بنازم این کس هر دو ما خوندگی فرزند سمرقند یک خرسک زند رحمت شنید
جوربک مرادov در وادی ولایت سمرقند و در ازبکستان حسن نوراللهیف یک قرض زنیتان آفرین. خب من این میزراب جان شاگردی هم صنعتکاریم هم شاگردی خاراکترم. یک تا میزراب جان اجاتم خیزید یک تا طلعت جان عزیزم یک تا قرض زنیتان طلعت جان تارخدی همین خصلت‌های خوب سمرقندی دارن این کس. چون دریای ما زرافشان ما مسچا عینی پنجگین سمرقند بخارا ما آب نتیم شما از آن میکشتان همون با خاراکترهای همون عینگی ما هم هست. این با حسن هم هست بسیار صنعتکارا هستند رحمت همه مینابا ای شهروری ای زمان ها تاجیک همین تاجیک و فقط ما با چیمان سخن و آهنگ خدا دیگه داشت. رحمت شما فدایی ها. من در باری شما همه وقت خدا خطا تونسته خدمت بکنم. مرحمت. ما هیچ زمان هیچ دنیا همه هیچ ای هیچ بحری هیچ بر هیچ مپیچ دانی که زی آدمی چی میماند و بس مهر است محبت است باقی همه هیچ شاهی بی طلب بیرو گدای همه باش بیگان از خویش آشنای همه باش خواهی که تو را چه تاج بر سر گیرند دستی همه بوس خاک پای همه باش. شما با این فرزنده و رحمت دارید. یارب دلی خلق تکیه‌گاه هم نکنی محتاجی وزیر پادشاه هم نکنی موی سیه هم از کرمت گشت سفید با موی سفید رو سیاه هم نکنی عیب است بزرگ بر کشیدن خود را بر جمله خلق برگزیدن خود را از مردمکی دیدن نیاموخته دیدن همه کس را ندیدن خود را دوستای عزیز من عبدالفتاح جایشان جنت شود ینگه که عزیزم خواهران اینا نان نمک خوردیم یا رب تو درختی عمری من پست مکن یا رب زی شرابی هستیم مست مکن یا رب زی کرم جمله جوان مردان را محتاج پریشان تهی دست مکن
یک برای نوازنده یک قرض ازنی گذر کردم به قبرستان کمی بیش بدیدم قبری دولتمند درویش نه درویش به کفن بر خاک رفته نه دولتمند برد از یک کفن بیش رفتم به سری قبر شهنشاهی یمن او دست برآورد به من داد کفن گفتا که از این سخاوتم عیب مکن از مال جهان همین رسیده است به من ناخوانده مرا تو بر سری خانی کسی یک کس دعوت نکند دسترخوانشون نرم یا رب تو مرا بر سری خانی کسی بی قدر شوی اگر خوری نانی کسی یک پارچه نانی خشک و یک کاسه آب بهتر زی هزار بر بریانی کسی خدای من ای خواجه چرا در این جهان بیخبری روزان و شبان در طلبی سیم و زری سرمایه تو در این جهان یک کفن است آن هم به گمان است بری یا نبری خداوندا ببخشا تو گناهم که من در زندگی پر اشتباهم به نزد کبرداران متکبر به نزد خاکساران خاک راهم خاک راهم خاک راهم زنده باشتان فدایی ها زنده باشتان من اکنون شوخاشو میکنیم مرامت رقص فرزندا نبیره ها ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت یک لحظه شاد و مسرور بی غم بودن غنیمت
ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت یک لحظه شاد مسرور بی غم بودن غنیمت عمری روان است خواهیم یا نخواهیم روی گلی هوس ها شبنم بودن غنیمت بی دوست زیستن هم فرح ندارد شکری غنیمتی عمر آدم بودن غنیمت معنی زندگی چیست عشق امید و ارمان صد شکری زندگانی خرم بودن غنیمت ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت یک لحظه شاد و مسرور بی غم بودن غنیمت با خود بی خدا نه رفتن به کشوریش با عاشقان عالم همدم بودن غنیمت دنیا به کس نماند آره چنین بود باد با بادی عالم نم بودن غنیمت معنی زندگی چیست عشق امید و ارمان صد شکری زندگانی خرم بودن غنیمت ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت یک لحظه شاد و مسرور بی غم بودن غنیمت انا کنی هم مصلحت اینجا بیتا میانه با یعنی تا آمدن همه تا فرزند نبی را این کس روحشان شاد شد همه دوستان عزیز معروفی ها گفتم که دو کس معروفی ها طالب جای با خیزید همین دوستای عزیز من اکاشان شادروان آوازی گزیتی تاجیک کار میکنن برادرای ناز همین هم همچون فرزند پدراشون خدمت کردن همین هم جاشون جنت شد بسیار دوستای عزیزی من فردوس جان امکاج یک بار از جات خیز انمید عبدالفتاح دوستی من پسرش فردوس من هم فردوس نامادگی عبدالفتاح جوریم فردوس نامادگی فرزندای کلانای ما فردوس کنی اگر رقص کنیم خاصیت سر میکنیم مالش می برفتیم حسن جان حالا جان خاصیتی دو کاکولا برام زدی برگی گلا خاصیتی دو کاکولا برام زدی برگی گلا برام زدی برگی گلا برام زدی برگی گلا کشتی هزار بلبلا کشتی هزار بلبلا خاصیتی دو کاکولا برام زدی برگی گلا چه باشی تا آب میروی دلی من آب کرده بود برای آب میروی دلی من آب کرده بود برای آب میروی خاصیتی دو کاکولا برام زدی برگی گلا خاصیتی دو کاکولا برام زدی برگی گلا برام زدی برگی گلا برام زدی برگی گلا کشتی هزار بلبلا کشتی هزار بلبلا خاصیتی دو کاکولا برام زدی برگی گلا تو رفتی دل خراب شد کباب شد کباب شد نکاح کنی در آز تو اگر دنم تناب شد نکاح کنی در آز تو اگر دنم تناب شد خاصیتی دو کاکولا برام زدی شاخی گلا خاصیتی دو کاکولا برام زدی شاخی گلا شاخی گلا چیکار کنم شاخی گلا چیکار کنم بیتی به من باقی گلا بیتی به من باقی گلا خاصیتی دو کاکولا برام زدی شاخی گلا
رفتی از قریب من چطالی نجیب من امید دارم از خدا تو را کند نصیب من امید دارم از خدا تو را کند نصیب من خاصیتی دو کاکولا بیده به من باقی گلا خاصیتی دو کاکولا بیده به من باقی گلا چه باغبانی گل شوم چه باغبانی گل شوم نبینی تو داغی گلا نبینی تو داغی گلا خاصیتی دو کاکولا برون زدی شاخی گلا خاصیتی دو کاکولا بیده به من باقی گلا خاصیتی دو کاکولا بیده به من باقی گلا همین خیلی استاد همین خیلی زلایخا چکره چکیدن شوکت جان شما هم بید دایره برجوید شوکت جان هم یکی از فرزندای سمرقند صنعتکار عالی جناب چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد وای ای رخی جانانه عرق چکیدن گیرد وای ای رخی جانانه عرق چکیدن گیرد رفتی رفتی رفتنو صدقه را گشتنو رفتی رفتی رفتنو صدقه را گشتنو رمال کج بسته ای صدقه کج بستنو رمال کج بسته ای صدقه کج بستنو چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد وای ای رخی جانانه عرق چکیدن گیرد وای ای رخی جانانه عرق چکیدن گیرد میروی خنده کنان میروی 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 خنده کنان میروی خنده کنان چی باشد جلوه کنان میروی خنده کنان چی باشد جلوه کنان میروی چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد وای ای رخی جانانه عرق چکیدن گیرد وای ای رخی جانانه عرق چکیدن گیرد آمدت گردم خد و قامتت گردم آمدت گردم خد و قامتت گردم دیارکی من باشی از آمدنات گردم دیارکی من باشی از آمدنات گردم چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد وای ای رخی جانانه عرق چکیدن گیرد وای ای رخی جانانه عرق چکیدن گیرد چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد وای ای رخی جانانه عرق چکیدن گیرد قربان زلایخا مرحبا برادر جان برادرای ارجان یاری خوشگیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا یاری خوشگیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا باور نکنه که لحظه از تو غافلم زلیخا باور کنه که لحظه از تو غافلم زلیخا تو عشق اولینی تو عشق آخرینی تو عشق اولینی تو عشق آخرینی خواستنی من زبانی نیست باخنی من عجینی خواستنی من زبانی نیست باخنی من عجینی یاری خوشگیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا یاری خوشگیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا باور نکنی که لحظه از تو غافلم زلیخا باور نکنی که لحظه از تو غافلم زلیخا
از دو چشماش مگو، از میمیناش مگو، از نگاهاش مگو، از قد و بالاش مگو، چقدر دل براش سرگردانی مگو، و چقدر عاشقی این دیوانه مگو، چقدر دل براش سرگردانی مگو، و چقدر عاشقی این دیوانه مگو. یاری خوشگیلم زلیخا، عزیزی دلم زلیخا، یاری خوشگیلم زلیخا، عزیزی دلم زلیخا، باور نکن که لحظه از تو غافلم زلیخا، باور نکن که لحظه از تو غافلم زلیخا. چشماش مگو، از میمیناش مگو، از نگاهاش مگو، از قد و بالاش مگو، چقدر دل براش سرگردانه مگو، و چقدر عاشقی این دیوانه مگو، چقدر دل براش سرگردانه مگو، و چقدر عاشقی این دیوانه مگو. یاری خوشگیلم زلیخا، عزیزی دلم زلیخا، یاری خوشگیلم زلیخا، عزیزی دلم زلیخا، باور نکن که لحظه از تو غافلم زلیخا، باور نکن که لحظه از تو غافلم زلیخا. تو عشقی اولینی، تو عشقی آخرینی، تو عشقی اولینی، تو عشقی آخرینی، خواستنی من زبونی نیست، باختنی من عجینی، خواستنی من زبونی نیست، باختنی من عجینی. یاری خوشگیلم زلیخا، عزیزی دلم زلیخا، یاری خوشگیلم زلیخا، عزیزی دلم زلیخا، باور نکن که لحظه از تو غافلم زلیخا، باور نکن که لحظه از تو غافلم. زلیخا زنده باشتان، سلامت باشتان. پیش خدمت ها، راننده ها، آنهایی که خوش آمدید میگویند، آنها فرزندای عزیز، یعنی که عزیزم مبارک شد شما یا فرزندای عالی جناب تربیت کردید، همه جا خاطر پدر این خیل شاد کردن. زنده باشتان. شما هم 80 90 100 رویتون فرزنداتون همین که قدر شما قدردانی کنند. خدا خواست سالی شما خودتون با خدمت بکنید. ولی خدمت در پیش من خواهش میکردم که تا مبارز آمده را آش میکشیم. خدا خواهد یا حاضر سمرقند آش نمیشدن، ما آش کنیم گفته آمدیم سمرقند آشای سبزی زرده یاد کردیم آشای بیاد. برای همه شما همه چیز آدم بزیب میکند، همین شما نباشتان خوشرو نمیشد. برای شما ها یک قرصک زدیم. زنده باشتان. نفس تنها باید جانی دوش بودم هم نفس تنها باید جانی ناز می کرد و به زلفی
چشمی زد شامی نازمی کردو به زلفی چشمی زد شامی دست را برگردنی اما زنین انداختم قهرش آمد گفتی وقت تو مگر دیوار قهرش آمد گفتی وقت تو مگر دیوار خنده کرد و گفتی بی صبرندک صبر کن خنده کرد و گفتی بی صبرندک صبر کن ما و تو با هم دیگر گوییم چند افسانه ما و تو با هم دیگر گوییم چند افسانه گفتمش ای نازنین گر سر میخوای ز من از لبی لالت بخشا بوسی صبرانه گردی سرش دوشم من پروانه گشتم از گردی سرش دوشم من پروانه جان
هموطنان عزیز، من شما رو امروز ارکگی کردم، سال زیاد پروگرام بخوندم، چون که شما فدایی ها گفتم که مر همه دور نباشد. همین آدم چند سال باز صدرتی عینی موزه جنبا، 50 سال باز یک خرسک زنیم. آوازی تاجیک نظم بیره تا نه آهنگی تاجیکی نظم، گزیت های تاجیکی و هم آخه آبان شیطا ده. شما دستگیری نکن تا کی دستگیری میکند؟ دوستان عزیز، اول از خوش آمدیدتان. یکی از دوستان نهایت دوست داشته من رؤوف جان معروفی، ما قریب 40-50 سال همراه برای آبادی موزه استاد عینی خدمت کردیم. هر یک اکسپوناتی که در آنجا ماندیم با مصلحت رؤوف جان شد. برای همین هم من امروز یادآوری کرده ایستاده‌ام که یاد این کس ابدی ماند. بگذار بتون حیاتی این کس گذشتگی همه جا و پهن و پریشان شود و در یاد کس ماند، جایشان در جنت شود. من کتاب های استاد من دادن، من 50 ساله خدمتم از تمام جا تحفه ها شدگی، از سمرقند، از بخارا، از تاشکند، از امریکا، از اسرائیل، از ایتالیا، از فرانسه، همش موزه دولتی ولایتی سقوط و موزه دولتی شد. من همین کتابایی که شما دادتان همش موزه برفتم بیستد. خدا خواهد بیایتان زیارت میکنتان. سلامت باشان. تشکر زیاد میگویم برای استاد گرامی قدر. استاد درباره آثارخانه موزه گپ زدن، شاید بسیار نفران نفهمیدن. در آنجا آثارخانه دولتی استاد است، استاد جورابیک مرادов. همه جایزه هایشان، اون توفه هایی که شده است، این در شهر خوجند است. میتونید که اگر در شهر خوجند باشید میتونید که تماشا کنید، دیدن کنید از آثارخانه جورابیک مرادов. دوستان عزیز، بیایید با استاد گرامی قدر یک کفکوبی بلند که امروز آمدن با سمرقند با یادبودی استاد عزیز رؤوف معروفی. یک کفکوبی با جورابیک مرادов. امروز ما مهربانی رو حس کردیم، رفاقت رو، محبت رو. راستی گپ اون صمیمیتی که شما دارید این بی اندازه است. من تشکر میگویم برای مردم میهمان نوازی سمرقند، برای این میهمانداری، برای صمیمیت، برای سخنهای نیک، برای تمنیت‌های نیک. فکر میکنم که چنین واخوری ها زیادتر میشود. این تنها آغازی کار است و فکر میکنم که باز هم ترانه های استاد جورابیک مرادов و دیگر سرانده های تاجیکستان در معرکه ها، در توی های تنین انداز میگردد. سپاس بی پایان برای هر یکی شما. تشکر. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن، کسان را گم مکن. саломат бошед мегӯем ва ҳоло ҳозир бо камоли эҳтиром ба ҳамин саҳнаамон яке аз дӯстони наздики рауф маъруфӣ профессор амон воҳидовро таклиф мекунем ки аз наздикон дӯстони бисёр ҳам ба қалб наздики устод буданд. марҳамат хоҳиш дорем устоди муҳтарам, мехоҳем аз забони шумо шунавем. имрӯза базми мо, давраи мо идома дорад. мегӯянд дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо, аз амони гуфтугӯ дорем мо ва устодонро бори дигар ба самарқанд хуш омаданд мегӯем. ассалому алайкум дӯстони меҳрубон. мо чанд нафар дирӯз аз душанбе омадем. дар онҷо яке аз забоншиносони машҳури самарқандӣ و یکی از عالمان شناخته تاجیکستان و ازبکستان داملا ذهنی را یادبود کرده آمدیم. به همه شمایان از دوشنبه، از عالمان مشهور دوشنبه، از اکادمی فنهای تاجیکستان به شما سلام. رفیقان عزیز، شما میدانید که ما از سال 1968 با رؤوف جان در یک جا کار کردیم، در یک جا خستیم، در یک جا خوراک خوردیم. بسیار آدم پاکیزه بودند. این خیلی آدم پاکیزه اکنون دنیا و بگفتم کمتر می شدن. اما آنجا گفتن این کس بغیر از معلمی
در یاردمچی سودی هم شده کار کردگی. اما آنجا گفتن 30 تنبه 1 سنبه برش میخوریم، همین منت یک کس نمیبرداریم میفتن. بعضی دانشجویان اگر ما یک جا دعوت کنن، رئوف جان گفتن که فقط همین آب باشد، همین لب آب به کمتر رفته شنیم، همین آب رو دست میشستن. و خانه این کس خانه من بود و من اینجا این کس میدانن و در تا آخر همین تا اون دنیا رفتگشونه من همراه بودم. کی آمدگی؟ صاحب آمدگی میگفتن، من صاحب میگفتن، صاحب آمدگی باشن در آن یک تا آرزو داشتن. من این آرزوی همین کس همون در کتاب عکس یافتگی. اما آنجا میگفتن اگر من ساعت شام اگر یا اول همراه رفته رگستان را تماشا میکنیم، بعد بازار را تماشا میکنیم. گفتن من همین فرزندهای برومند را تربیت کرده که امروز من همین خیلی این تدبیر برای سمرقند، برای عموم نشستگان، این با سمرقند هم پهم میشد. این یک درس عبرت رفیقان. سلامت باشتون هماتون با عائله رؤوف معرفی ها. با شما زیاد سلامتی میخواهم. نیوره هاتون زیاد شدن گرد، همیشه صحت سلامت باشتون. دوستی نزدیکی من هستن. این کسکتی ما در دوشنبه چندین سال ها کار کردگی در اکادمی فنهای تاجیکستان. حاضر همراه یک تا همین سعدیوف همراه من با یک تا اینجا می آمدن برای ویدیو. و از دوشنبه یک دوست ما گفت که این سمرقند از اکادمی فنهای تاجیکستان آمدگی سمرقند همین شما کتی سعدیوف ماندگی دیگه ما هم 80 به در آمدگی 80 گذشتگی. مرحمت شما یک تا سخن مفتید. ما در اینجا فقط همکاران نه، بلکه دوستان خیلی نزدیک رؤوف جان حضور داریم. بعضیشان که مثل امان گپ زدم، اکثرتشان که در اینجا حضور دارن نشستن و از این تدبیر خیلی دلشان شکفته استفاده است، اشتراک دارن در اینجا. من شرفمندم که با رؤوف جان برای یک آدمی خودشناس، یک آدمی که وطن دوست بودن، دلداده خدمت خلق بودن، همیشه آدم که در کارهای جمعیتی و در یک جا در کارهای تعلیم همراه و هم نفس بودیم. ما گذار با گذار گشته هر دیگه ما همچون رهبران فوند رودکی برای گذاشتن هیکل رودکی در سمرقند در همین ریگستان کار کردیم. ما بعض وقت رؤوف جان آدمی حساس که بودن، دلشان تنگ میشد که دریغ این مردم ما توی های با حشمت میکنن، امارت های زور میکنن، اما برای کار جمعیتی، برای فرهنگ عمومی خلق خودشان اینقدر میلشان نیست، نمیشناسند رودکی رو. گفته به همین معنی اون کس گله میکردن. من در این گونه مورد اون کس تسلیم میدادم برای اون که اگر هیکل رودکی گذاشته شود در کلینیک سمرقند، این نشانه آن میشد که مردم ما خودش را میشناسد، کن رودکی را فرهنگ خودش را میشناسد. که من اون کس تسلیم میدادم. یادشان به خیر بود. دل اون کس در دل و دیده های ما جاوید و همیشگی باقی خواهد ماند. روشان همراه ما سلامت باشتون. دوستان عزیز، من اینجا هممو کتاب گفتیم، کتاب پدرم خورشید خیرامید فروغی به نظر ماند. این کتاب روی آب شدگیش به یک چند کسا بسیار خدمتی کلان کردم. من دوره به بختیارک جزدنی بختیار جمعه مرامت اینجا اسدالله که هستن، بسیار خدمت های کلان کردن. سلامت باشید. من بسیار خرسندم که
همین خیلی روز برسیدیم این همین دوام آدمیزاد این همون اثرهایش فرزندهایش باغش کار نیکش من بسیار شدم که اکی بهروز بسیار واهمه کردن من به های کلان داشتین چیز اساسی هم تو گرفتیم ترتیب آوردیم چون که همون خمیر تروشش بسیار چیزی بقوت بود من خرسندم که همین خیلی یک کتاب در ارخیو و در کیم جا نمان بعد تیراژ کم باشدم دسترسی آدمان شد خدا خواهد باز بیشتر برن باز چیزهای ماندگیشون هم هست من امید میکنم که همین کارها را فرزندان اصیلشون چون که خود استاد رؤوف معرفی سمرقندی اصیل بودن هر کس رو این خیلی با آدم قنده است همین آدم با دل و جانشان سمرقند را دوست می داشتن و همین خیلی فرزندانشان این کار را دوام میتن و امید میکنم که رسالت آموزگاری کارهای نیکشان را باز ادامه مییابد و این کارها کتاب‌های ماندگی اثرهای داموله هم روی چاپ میبیند که من امید میکنم. السلام علیکم استادان گرامی قدر پدران مادران همه آنهایی که امروز یاد یک شخصی بزرگ کردیم یاد یک انسان نیک کردیم و بگذار روح ارواحی استاد شاد باشد من هرچند با انسان روبرو آمده باشم هم آن کس را ندیده باشم هم روحاً پس از مطالعه کتاب آن کس با آن کس نزدیکی پیدا کردم با تشبوس فرزندانشان این کتاب چاپ شد و امروز من خیلی خوشبختم که در چاپ این کتاب کمی باشد سهم گذاشتیم و جمشیدکه همین خیلی گفتن که حالا دفترهای ناکشاده استاد بسیار است و در آینده کتاب‌های دوم سوم استاد هم چاپ می شود خاطره های استاد است نوشته های استاد است چاپ می شود بگذار که همیشه هر یکی ما برای پیشرفت جمعیت برای پیشرفت دولتمان برای آینده نسل های آینده سهم گذار باشیم خدایا من چی میگویم ندانم ولی نامی تو دایم بر زبانم زینا کس هیچگاه باک ندارم هوس جز ذره خاک ندارم منم یک مرد پر سودای تنها نمیدانم ولی آیین سودا به دست ناکسان بازیچه گشتم فلک شد زاچه بازو زاچه گشتم چو از شهدی زبان بی زبانم بگو تا جرم خود را من بدانم خداوندا گشایش ده بکارم که دستی من بکار و دل بیارم همیشه دست بکار و دل بیار باشیم یاد استاد جاودانه ماند سلامت باشید مهمانان گرامی شاعری بزرگمان لایق شعری گفتگی بدین که بدا شهری که آنجا عاقل نه برای فخر مردم فاضل نه چی بدبخت است آن ملک و مکانه که دریا دارد و دریا دل نه از همین نقطه نظر اگر نگاه کنیم سمرقند ما بختناک است خوشبخت است چون رؤوف معرفی فرزند عاقل و فاضل و دریادل دارد و چنین فرزندها بسیارند و همین این آدم ها سمرقند ما رو مشهور جهان کردند برای همین شهر ما خوشبخت است ما درباره من رؤوف معرفی بسیار گپ زدن بسیار ساعت ها گپ زدن ممکن لیکن از بس که وقت بسیار تنگ است من فقط همین رو میگویم که اگر از من پرسند که در سمرقند نمونه اخلاق حمیده کیست گویند من گفتم که در سمرقند اتالون خصلت های نجیب این رؤوف معرفی هستند همون پرینسیپ اخلاقی کودکس اخلاقی که اجدادان ما سعودیان در بین سالها کار کرده برآمده بودند یعنی پندار نیک گفتار نیک رفتار نیک همین همش در رؤوف معرفی مجسم بود برای ما اون کس رو ابدا تا زنده هستیم در یاد می‌داریم روحشان دائم شاد باشد و من اون کس کارهای اون کس در بر واسطه من فرزندهای عجیب دوام داده ایستاده است من میخواستم که نبیرگان آنها ابیرگان آن کس همین طور کار اولادی را دوام دهند دوستان گرامی رفیقان محترم من امروز ما شاهدی یک
базми ҷамшедӣ, базми илму маърифат, базми ирфон шудем. албатта дар бораи рауфҷонака маъруфӣ бисёр суханҳо гуфтам мумкин. суханҳои аҷоиб, суханҳои пурмазмун шуда гузашт. боз ҳамин як чизро ҳамроҳ кардан барои ман мушкил аст. лекин меҳнат, ҳамин кадом одаме ки заҳмат кашад, кадом одаме ки барои пешрафти ҷамъият, барои халқаш меҳнат кунад, имрӯз исботи ҳамин исботаша ёфт ки ҳақиқатан аз хотир фаромӯш намешавад. як авлод гузашт, дуюм авлод гузашт, лекин боз авлодҳо мебиёд, боз авлодҳо гузашта мерӯд, лекин меҳнатҳое ки рауфака кардан аз хотири ҳеҷ кас фаромӯш намешавад. чунки ин кас барои халқ, барои маданият, барои равнақи Самарқанд меҳнат кардагӣ. ва ман мехостам ки манам хелин ҳаёт ва фаъолияти рауфакем боз васеътар тадқиқ карда шавад, васеътар боз паҳн карда шавад, тарғибу ташқивот карда шавад. якта китоб не, якчанд китобҳо бо рӯи нашрро бинад ва ҳақиқатан ҳама фаҳмад ки мана номанакем гуфтан ҳақиқатан рауфакем ин кас як намунаи тозагӣ, намунаи ҳақиқатан фуқарои ҳақиқии Самарқанд будагишона исбот кардагӣ. ҳаматон ба сеҳат саломатӣ, соғ бошедтон, саломат бошедтон.